فوتبال کردن جواز دارد ندارد؟ تو در یک سخنرانی گفتی فوتبال حرام است. از شما یه سوال، همیشه به من اعتراض میکنین که جناب تو نمیمانی مردم را از همه چیز پرهیز دادی. نه، پرهیز نداد. من کی را گفتم که نخور؟ کی را گفتم که ننوش؟ کی را گفتم که نپوش؟ کی را گفتم که از نعمت‌هایی که خدا داده استفاده نکن؟ سوال من این است، امروز علاقه جوان به میدان فوتسال زیاد است به مسجد. امیر با آواز بلند میشه. به کجا؟ خوب احمد فیروز چه ملامت است؟ جوانی که علاقه به مسجد خانه الله نداشته باشد از من پرسان میکند جناب فوتبال کردن جواز دارد ندارد؟ تو در یک سخنرانی گفتی فوتبال حرام است. کی گفته؟ کی گفته؟ من از تو سوال میکنم، نمازی که اهمیت به حد است که امتیاز یک مسلمان با کافر است. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم فرق بین مسلمان و کافر نماز است. کافرم با پول خود مسجد ساخته. پس عزیز من، کافر نماز نمیخواند. پیامبر محبوبت میگه صلی الله علیه و سلم فرق بین مسلمان و کافر نماز است. خوب مسلمانی که به خاطر فوتسال، به خاطر فوتبال نماز خدا را ترک بکند، از تو پرسان میکنم این فوتبال حلال است یا حرام؟ اگر از ضعیفترین یک مسلمان پرسان بکنی که مسلمان به خاطر فلانی چیز مباح یک مسلمان نماز خدا را فوت بکند نخواند، همین چیز برش حلال است یا حرام؟ هیچ مسلمان در دنیا نیست که بگوید حلال است. چگونه حلال میشه و چیزی که نارضایتی خدا به اون باشه؟ خدا به اون خشم بگیرد.